سرپرکرور حربی تاجیکستان اکرام ظاهرزاده در پاسخ رسمی به مراجعتنامه فعالان به رهبران کشور با طلب ختم ابلاغ نوشته است که سنجش‌ها معین کرد که اکثریت مقوله‌ها به حالت واقعی کار موافقت نمی‌کنند یا نوارهای ویدیویی به رفت معرکه دعوت ارتباط ندارند. با وجود آنکه نوارها به معرکه دعوت رابطه نداشته باشند هم باعث از جانب استفاده برندگان سامانه‌های اجتماعی و دیگر شهروندان ناراضگی نسبت به فعالیت کمیسیه‌های دعوت، کمیساریات‌های حربی و مقامات‌های حفظ حقوق و بیان کردن ملاحظه‌های گوناگون گردیده است. ظاهرزاده از جمله از ویدیوی روز 6 اپریل یادآوری کرده است که ایدیبکوف امامعلی نام نفر گمانبر به همکاری با داعش در شهر دوشنبه دستگیر شد، ولی نزدیکانش نوار لحظه بازداشت او را در اینترنت همچون ابلاغ پهن کردند. اما ظاهرزاده درباره آنکه آیا تا امروز یگان مسئول برای با اصول ابلاغ یعنی مجبوراً در جایهای جمعیتی داشتن و به ارتش بردن جوانان سن و سال دعوتی به جزا کشانیده شد یا نه در پاسخش چیزی نگفته است. این در حالی است که ابلاغ در تاجیکستان به یک شیوه خیلی رایج تأمین سفربرکنی به صف قوه‌های مسلح تبدیل یافته است و در نامه سرکشاده به نام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس دستگاه آزاده رحمان و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی با نام ما را از این شرمندگی رها سازید که رجب میرزا روز 9 اپریل نشر کرد و زیر آن صدها نفر امضا گذاشتند، از رهبران اول تاجیکستان تقاضا میشد که با تجربه ننگین ابلاغ یعنی زوراً در کوچه و بازارها داشتن و به ارتش روانه کردن جوانان سن و سال خدمتی که آبروی دولت را کاسته میکند نقطه گذارند. رجب میرزا در واکنش به پاسخ سرپرکرور حربی آن را جواب به خاطر جواب نامید و نوشت مأموریت اخبار برای افکار این پاسخ سرپرکرور حربی را به صفت یک جواب مناسب و جدی به مسئول گذاری های خود حساب نکرده به این نظرند که آن همان طور انتظار داشتیم به خاطر جواب برای دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان آماده و به ما فرستاده شده است. تنها انتظار داریم که همان طور در پایان نامه خود نوشتند نوارها را به مقامات پیشبرنده فعالیت اپراتیوی جستجویی ارسال کرد. از این نهاد پاسخ جدی را به مسئله گذاری های خود پیدا میکنیم، زیرا در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نوارهای دهشتناک خیلی زیاد بودند و با چنین پاسخها امکان حل مشکلات وجود داشته وجود ندارد. ما از نهادهای دیگر موظف شده پاسخهای جدی انتظاریم، وگرنه پاسخ به خاطر پاسخ ضرورت ندارد. مسئله گذاری های ما جدی ترند مقامداران. دعوت به صف قوه های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه بهاران ماه‌های اپریل می و تیر ماه‌های اکتبر نوامبر دایر می شود. با آنکه در تاجیکستان تقریباً 700,000 جوان سن و سال خدمتی از 18 تا 27 به سر میبرد، قوه های مسلح کشور در هر موسم دعوت تقریباً به 8,000 سرباز نو ضرورت دارند و همه هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان با شکایت های فراوان از ابلاغ یعنی مجبوراً از کوچه و بازار داشتن و به ارتش بردن جوانان پس سر می شود.